با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان پیج مهندس بهنام حیدری. دوستان بنده در این کلیپ شرایط کار مهندس و کارشناسی ایشون رو براتون توضیح میدم. وقتی مهندس روی زمین میاد کل زمین رو کارشناسی میکنه، نقطه دقیق و قوی ترین شاهرگ زمین رو تشخیص میده، حتی تشخیص میده که در چند متری به آب میرسه، چند اینچ آب داره، چند درصد احتمال ریزش خاک و سختی کار داره، نوع سنگ، نوع خاک، نوع آب که آیا آب شیرین است یا شور. کل مشخصات کار رو برای شما توضیح میده، در یک زمانه تقدیم میکنه. هنگام کار به هر دلیلی به آب نرسیدید یا نتیجه کار ما رو قبول نداشتید، کل هزینه‌های حفاری، چاکنی، حتی هزینه‌های کارگر و استادکار را مهندس پرداخت میکنه. عرضم خدمتتون مهندس قبل از حرکت هزینه کارشناسی رو تحویل میگیره و هنگام کارشناسی اگر زمین آب نداشته باشه یا کم آب باشه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی کنید و هزینه‌ای که قبلا واریز کردید همانجا به حساب شما عودت میدهد. با تشکر.